و در مکه مکرمه به قول خودشون نگهداری میشد. در اینجا ما متوجه میشیم که بت‌ها همه در مجموع نامشون الهه بود و اونجا که من به شما عرض کردم دیروز پیرامونه که یکی از یاران هم امروز به من زنگ زدن، محمد ابن عبدالله که همون عبد اله باشه، همون عبد الهه باشه یا بنده همین الهه هایی که ایشون در اینجا در کتاب اصنام اشاره میشه بهشون. دیشب من گفتم، دیروز در برنامه دیروز گفتم اگر بگیم عبدالله یعنی این عبد لله میشه برای این الله، ولی عبدالله میشه عبد الهه، همین الههی که اینجا میگه که هبل کبیر این الهه ها بود و مکان هبل اون بتی که الههی که از عقیق بود و دستاش شکسته بود و بعدها قریش براش دست طلایی گذاشتن، این محمد عبد یک نوع از این پدرش برده یا بنده یکی از این الهه ها بود. مثل این که عمرو پسر عبد ود بود، ود هم حالا براتون میگم یکی از همین الهه ها بود. این عمرو ابن عبد ود همون کسی است که با علی تازی جنگ کرد و علی با کلک پای او رو انداخت که دیروز بازی که از همین گروه ها و دستجات اومده بودن و پرسیدن اسم اون شخص کیه؟ بله عمرو ابن عبد ود بود. حالا میرسیم به اون ود. باز محمد پسر عبد اله بود، عبد این الهه بود که همین هبله و اون عمرو ابن عبد ود یعنی بنده ود که حالا بهش میرسیم، اون هم پسر کسی بود که بنده این ود بود. یعنی این عمرو ابن عبد ود رو شما اگر نگاه کنید همون مرامی رو از نظر پرستش داشت که پدر عبدالله داشت. این عبد الهه بود، حالا ما عبدالله میگیم روی عادت عبدالله داشت. این پدرش عبد الهه بود، اون پدرش عبد ود بود که ود رو هم حالا در میان این بت‌ها برای شما خواهیم گفت از روی کتاب تاریخش. بعد از هبل میرسیم به لات. لات صخره مربع که الان این حجر الاسود رو که میگن صخره مربع یعنی چیز مکعب شکل بوده. لات همین سنگ رو منتقلش کردن اونجا، این سنگ سیاه رو از روی همین فکر گذاشتن برای اینکه باز همون نوع پرستش بر اون سنگ مربع رو در اینجا گذاشتن. خانه کعبه حالا بهش میگن، ولی منظور از سنگ مربع که یک سنگی که مو نیست، که روی کاغذ نیستش که مربع بکشنش، ابعاد مختلف داره. این مربع یعنی وقتی که شما به صورت سنگ نشونش بدید همون مکعب میشه، هر چهار طرفش باید مربع باشه. که این بوتلات همون مکعبی است، کعبه است که بعدها شما میبینیدش امروز دورش میچرخن مسلمان‌ها، باز هم هیچ تغییری پیدا نکرده. صخره مربع اقیم علیها بناء بالطائف و هی عند سقیف تسبق کل اصنام. این در نزد به اصطلاح طایفی که در سقیف بودن که اون جنگ سقیف و درگیری که سلمان درش منجنیق ساخت در اونجا صورت گرفت، نزد اونها بت اول شناخته میشد، لات. بعد از لات العزیه، عزیه نیست، العزیه کانت تعبد فی الحجاز، در حجاز مورد عبادت قرار می گرفت و کانت اعظم سند عند قریش بعد هبل. در همین میان قریشی ها بعد از هبل یک بت دیگری داشتن به نام عزیه، نه عزیه، اشتباه نکنید ها. این بت عزیه که حالا عزی گفته میشه در میان گویا ایرانی ها، بت بعد از هبل بود. اون بتی که از عقیق بود و دستش شکسته داشت، بعد پدر جد آقای محمد تازی اومدن دست طلایی براش گذاشتن، قوم خویشش، طایفش. بعد از این عزی هم میاد نوبت به منات میرسه که این در علی ساحل البحر بین مدینه و مکه به کار برده میشه، در ساحل
دریا میان مکه و مدینه این بت رو میپرستیدن. و کانت العرب جمیعا تعظمه و کانت الاوس و الخزرج تذبح له و تقدم الهدا. این بتی بود که قبایل اوس و خزرج برای او قربان میکردن، تذبح ذبح میکردن و هدیه به او میدادن. هدیهشون آدم بود، یعنی زن براش سر میبریدن. و قد ورد ذکر هذه الثلاثه فی الآیه الکریمه افرأیتم اللات والعزی والمنات ثالثه الاخرى. آیا لات و منات و فلان رو دیدید؟ بعد میاد سراغ ود، همون چیزی که گفتم عمرو بن عبد ود، اون که با علی تازی جنگید و پاش رو خائنانه قطع کرد، ناجوان مردانه. اون پدرش عبد این ود بود، عمرو بن عبد ود. عمرو پسر برده این ود، بنده این ود، مثل محمد ابن عبدالله. محمد پسر برده اون الهه همون حقیقی هبل. تمثال رجل عظیم، این ود مجسمه یا تندیس مرد بزرگی بود، مع ادوات الحرب، با لوازم جنگ. یعنی به همین دلیل هم بود که این پدر عمرو بن عبدود نام این رو عمرو که گذاشته بود. عمرو به معنای یعنی آدم گردن کلفت. مکان یدوم جندل الکلب و قضاء و دومو، یک دو تا قبیله جندل و کلب و قضاء این رو دور برش میچرخیدن. بعد از ود هست سواع، سین واو این الف این، به ارض ینبع الهزیل، در منطقه‌ای که من شناسایی کافی روش ندارم، ینبع الهزیل بهش میگفتن. و یعوق بوده به ارض طائف، در سرزمین طائف بوده یعوق. و یغوس بالیمن و کانت تعبد همدان، قبیله همدان، عشیره همدان در یمن این بت یغوس رو ستایش میکردن. و بعد از یغوس نوبت به نصر میرسه، نون سین ره، که بالیمن و کانت تعبد حمیر. حمیر همون الاغه، قبیله الاغ. میدونیم ما در عرب ها گهش هم داریم، یعنی کره الاغ خیلی ها هستن نامشون گهشه. من در مصر یک دستیاری داشتم، هیچ وقت فراموش نمی کنم، اسمش نبوی بود، نبوی الاجلان بهش میگفتن. اجل یعنی گاو و اجلان یعنی نبوی دوتا گاو. من وقتی در موقعی که میدیدمش بهش میگفتم به زبون فارسی دوتا گاو، به زبون فارسی بهش دوتا گاو میگفتم، سرش میداد پایین، آقای دوتا گاو بهش صدا میکردم. بعد میگفتم دوتا گاو در ایرانی میبندنش به زمین، خودتونم میبندید چخ میکنید باش، میخندید. و خب اینا چیزاییست که در زبان تازی هست دیگه. به هر روی این بخشی از بت هاست که در میان اینها شما برمیخورید به اله هبل که محمد ابن عبدالله عبد اله هبل هست، مثل عمرو بن عبدود که پدر عمرو هم بنده یا عبد ود هست که مجسمه یک مرد جنگجو با لباس جنگی. حالا این عمرو بن عبدود هم که دیروز این آقا گفت، ما در موردش بسیار گفتگو کردیم. وقتی که رویاروی میشه با علی، این مرد بسیار نیرومندی بوده، خیلی قوی بوده. یعنی اگر به راستی قرار بود که جنگ ادامه پیدا کنه مردونه، علی رو میکشت. و او هم حقه بازی میکنه باش، میگه چجوری باید از پا در بیاره این رو، از حیله استفاده میکنه ناجوان مردانه، چیزی که در میان عرب رسم نبود این گونه کارهای ناجوان مردی. و بهش میگه تو تنگ اسب تو نبسته اینقدر نالایقی اومدی به جنگ من. اونم تا بر میگرده که ببینه آیا واقعا این راست گفته، اول اون سوار اسبه و میگه خب نمیشه که ما سوار و پیاده با هم بجنگیم. اون مرد پیاده میشه که با این مردانه و پیاده